جواب بدین دیگه، لطفا کمک کنید. میگه چی؟ جاهای خالی را با کلمات مناسب داده شده پر کنید. یه کلمه گفته اضافه است، راهنماییتون کرده. در حرکت هماهنگ ساده وقتی نوسانگر به مرکز تعادل، به طرف مرکز تعادل حرکت می‌کند، انرژی پتانسیلش بچه‌ها چی میشه؟ کم میشه. چرا اینجا او میگه به سمت مرکز میره، انرژی پتانسیل چی میشه؟ کاهش پیدا میکنه. آفرین. چرا؟ چون که بچه تغییرات طولتون داره کم میشه. هرچی فنر بیشتر فشرده یا باز شده باشه که توش انرژی بیشتری داخل شده دیگه، چون ایکسش داره کاهش پیدا میکنه. جلوش برسید. برای اندازه‌گیری تندی شارش خون از چی بچه استفاده میکردیم؟ مکانیابی پژواکی همراه با اثر دوپلر. چرا؟ گفتیم امواج فراسوتی میفرستن، پژواک میشه، بعد با توجه به تندیشون که میشه به قول من اثر دوپلر میومدن تندیشون متوجه میشدن. با کاهش دما و افزایش چگالی هوا ضریب شکست چی میشد؟ افزایش. ضریب شکست فرمولش چی بود؟ N بر حسب دما میخواد. اگه این شکلی نبود. پس با افزایش دما، گفته کاهش دما. با افزایش دما N کم میشه، با کاهش دما یعنی N'مون چی میشه بچه‌ها؟ N'مون زیاد میشه. یعنی اینو دقیقاً برعکس کتاب اومده به شما گفته. اونجا بر حسب افزایش دما میگه بر حسب افزایش دما N کاهش پیدا میکنه. برعکسش کاهش دما شما دما رو کم کن. یعنی شما داره چی میشه؟ زیاد میشه. ضریب شکست داره زیاد میشه. بچه‌ها آزمایشی را توضیح دهید که بگه آیا صوت در خلا منتشر میشود؟ آیا صوت در خلا منتشر میشه؟ نه. کدوم آزمایش؟ تلفن یه گوشی رو می‌ذاشتیم زیر یه جعبه محفظه خالی از هوا. بعد مثلا به زنگ زدیم می‌بینیم که هیچ صوتی اینجا تشکیل نمیشه. صدا رو نمیشنیدیم، یعنی پس صوت تو خلا منتشر نمیشه. ولی این صفحه که نور داره میده که داره ضریب کارا رو می‌بینیم. پس نور تو خلا منتشر میشه. حتما هم محفظه خالی از هوا باشه دیگه، چون میگه در خلا. سوال 9 الفش همون که میگم یو مرکز ماکسیموم می‌بینیم. آره نقطه بازگشتیم. خب توی مرکز چون انرژی پتانسیل کم میشه، پس میگیم چی کارش پیدا می‌کنه. بچه‌ها سوال 11 دقیقاً میاد. پس لطفاً ممنون بپوش گوشی فرستاده بودیم به تنه درس گفتم خیلی فیلم ها رو حتما واقعا خوبه. بچه ها چی میگه؟ میگه پرتو تابش و بازتابیش بر هم منطبقه. خودش یه نکته داره. یعنی چی؟ این میکروفون سیستمیه. آها دو طرف میذاره. الان نمیگاه کنم. برو مریم. نه بیا. ما مشکل نداریم. خب بچه ها 2 تا آینه داریم با این زاویه تابیده شده. بعد راهنمایی که کردیم که پرتو تابش و بازتاب بر هم منطبقن. این یعنی چی؟ خب گفتیم اول یه خط عمودی کشیم بعد یه زاویه این شکلی. بله. جهت اون پرتوت هم بکش. همون پرتوی که الان بازتاب شده کدوم ولی آفرین. خب بر هم منطبقن تو آینه دوم یعنی چی؟ یعنی عمود تابیده شده. آفرین. چه زمانی بچه‌ها پرتو تابش رو بازتاب میافتاد؟ زمانی که عمود میتابید دیگه. پس این نکته‌ای که گفت شما اینو متوجه شدید. اینجا 90 درجه است. خب حالا زاویه‌ها رو پیدا می‌کنید. زاویه که با برابر البته میگیم اینجا 90 درجه است. بله. 50 درجه است. بعد اینجا میشه 40. بله. اینجا 40. اینجا 50 درجه. بله. بعد این دو تا رو با هم جمع می‌کنیم 90. به علاوه 50 به علاوه چند میلیون میشه 180. بله. 140 میشه چند؟ آفرین. پس زاویه هم بچه‌ها 40 درجه هستش. پس نکتهش چیه؟ زمانی که پرتوی عمود با آینه به تاب عمود برمیگرده. زمانی که پرتوی عمود وارد محیط دوم میشد بدون شکست عبور میکرد ولی فاصله جبهه‌هاش بود که با هم دیگه فرق کرد. مرسی. ممنون. اسم این وسیله چی بود؟ آونگ بارتون. آونگ‌های بارتون. بر چه اساسی کار میکردن؟ کدوم پدیده رو میخواد من
تشدید. تشدید رو آفرین یا رزونانس. آره. بچه ها مطابقش یک چند آونگ رو میگه آمیخته ایم. آونگ X رو وادار به نوسان میکنه. پس اسم آونگ X چیه؟ وادارنده. چطوری؟ عمود بر صفحه گفته میاریم. باعث میشد که چیکار کنه؟ بقیه آونگ‌ها شروع به نوسان کنه. حالا بعضیشون با دامنه کم، بعضیشون با دامنه بیشتر. الان میگه آیا همه آونگ‌ها شروع به نوسان میکنن؟ بله، بعضی با دامنه خیلی ناچیز ممکن باشه. اینو میگید در کدام آونگ پدیده تشکیل؟ آونگ X رو بچه‌ها X تون داره باعث نوسان میشه. پس اونی که با این همه جمله یعنی کدوم؟ B. میگیم B داره تشکیل اتفاق میفته. چرا؟ چون بسامدش با این برابره. اصلا باشه تشکیل چی بود؟ گفتیم بسامد طبیعی. بگو سرجو. بسامد طبیعی با بسامد نیروی وادارنده برابر باشه میگیم تشدید. یعنی چی؟ یعنی با بیشترین دامنه شروع به نوسان. مثلا مثل یه شخصی رو که تاپ میدیم یه دفعه دور میگیره میگیم تشدید اتفاق افتاده. بچه‌ها اینجا چون آونگه دوره آونگ فرمولش چی بود؟ T = با 2 پی رادیکال L G. خب برای همه آونگ‌ها اینا که ثابته. پس هم L که الان اینجا تاثیر گذاره. درسته؟ پس اونایی که L'شون برابره بسامدشون با هم برابر هست. یه نکته بچه‌ها من دامنه رو اگر 3 برابر کنم دوره تو آونگ چند برابر میشه؟ دامنه رو دوره تاثیر نداره. بچه‌ها جرم رو 5 برابر کنم دوره آونگ چند برابر میشه؟ گوش کن پس بدم. جرم رو 5 برابر میکنم دوره آونگ چند جرم برابر هم میشه؟ روش تاثیر جرم نداره. هم تو آونگ تاثیری نداره. تو جرم و فنره که تاثیر داره. چی بود؟ پروپیراتیکال M به K. دامنه رو هر دو تا تاثیر نداره. جرم فقط برای جرم و فنره. بعد جی هم فقط برای آونگ هستش. بچه ها من یه آونگ رو از زمین ببرم قله کوه ساعت عقب میفته یا جلو؟ عقب میفته. رو چی تاثیر میذاره؟ جی رو چیکار میکنه؟ کاهش میده. از زمین وقتی من میرم به قله جی کم میشه. جی که کم بشه تی با رادیکال جی رابطه عکس داره. چی میشه؟ زیاد تی میشه. زیاد میشه. بچه گفتیم تی زیاد میشه یعنی چی؟ طولانی تر میشه رو آره. طولانی میشه. وقتی طولانی تر یعنی چی؟ یعنی عقب میفته. مفهومشو باید متوجه بشی که بتونی جواب بدی. خیلی سریع میگن جلو میفته. نه، هرچی تی دوره کمتر یعنی سریعتر. پس ساعت چی میفته بچه‌ها؟ جلو میفته. اینا رو باید یاد بچه‌ها حرکت هماهنگ ساده چرا بهش میگیم ساده؟ شرطی که ساده باشه چی بود؟ سینوس. نمودارش که باید سینوس کوسینوس باشه. یک چیز تکراری بود. دوره‌ای هم تکراریه دیگه. چرا بهش میگیم ساده؟ در چه صورتی ساده است؟ همه چیزا به صورت رفت و برگشتی روی خط راست در حول یک نقطه تعادل. درسته؟ پس حرکت هماهنگ ساده جزئیات رو بهش بخونید یادتون میمونه. خب خیلی خوب. سوال 13 بچه‌ها چی گفته؟ معادله نوسانی یک نوسانگر به صورت x مساوی 100 پی و بسامد زاویه یعنی چی بچه‌ها؟ چی رو میخوام؟ بسامد زاویه یعنی چی؟ اومگا. اومگا رو میخواد. بعد اندازه شتاب در لحظه t مساوی 1/400 ثانیه شتاب چقدره؟ بعد کوسینوس پی 4 رو داده پی 2 هم گفته بگیرید 10. خب بچه‌ها سوال خیلی راحته. چطوری حلش کنیم؟ ما میتونیم اول تی رو به دست بیاریم. اول معادله رو می‌نویسیم. معادله نمره داره. معادله‌اش کدوم معادله اصلی؟ x مساوی آ کوسینوس اومگا تی. خب بچه‌ها نظیر به نظیر دامنه میشه آ میشه 500 اومگا ضریب تیه. پس چی شد؟ میایم بگیم دامنمون 500 متر اومگامونم 100 پیه. خب بسامد زاویه‌ای رو میخواست پس اگه دوره رو میخواست چطور میخوایم دوره رو بدست؟ از روی اومگا به دست اومگا مساوی 2 پی روی تی. خب اومگا مساوی با 2 پی به تی. اومگا هست 100 پی 2 پی به روی تی. خیلی راحت بچه‌ها ساده میشه.
پس بچه ها میشه چند؟ جمعی ببینیم تیمون میشه چند بچه ها؟ 1 پنجم چی؟ ثانیه. بچه اگه بسامد رو میخواست بسامد مرکوز دوره فرموله همین گوش رو دخترم میشه 1 به روی تی 1 به 50 یعنی مرکوز 50 چی؟ هرتز. 50 هرتز. خب بچه شما چی رو توی یه زمانی از شما شتاب رو میخواد چیکار کنم؟ توی زمانی که مادرم جاگذاری خب بعد ایکس به دست میاد درسته؟ پس اول میذاریم ایکس رو به دست میاریم بعد من اگر ایکس رو داشته باشم از کدوم فرم بچه ها اندازه شتاب مساوی است با اومگا 2 در ایکس من شتاب رو به دست میارم بچه دو تا شتاب رو ممکن از شما بخوان یکی شتاب توی این مکانه تو زمانهای متفاوت یکی ممکن به شما بگه شتاب ماکسیموم خب شتاب ماکسیموم کجا بود؟ تو دو انتها مقدارش چی بود؟ اومگا 2 یعنی الان فرض کنید اینجا شما شتاب ماکس رو میخواستم ما حساب میکنیم میشه اومگا 2 میذاریم رو به دست میاریم ممکن بود وی ماکس رو بخوام وی ماکس فرمولش چیه؟ اومگا ماکسیموم با اینکه شتاب رو توی نقطه میخواد با هم فرق میکنه حالا پس من اول باید زمان رو بذارم توی ایکس رو به دست بیارم خب ایکس مساویه 5 صدم کوسینوس 100 پی زمان رو چند داده؟ 1 به 400. خب بچه با این ساده میشه پی 4 رو پس مساوی با 5 صدم کوسینوس 45 درجه بچه کوسینوس 45 درجه چقدر؟ رادیکال 2 دوم 5 صدم رادیکال 2 دوم حالا ایکس همین نگه داریم حالا چی رو میخوان؟ شتاب رو میخوان به جای ایکس میذاریم مساوی اومگا 2 میشه چی بچه ها؟ اومگا رو چند برآوردیم؟ 100 پی کجا نوشتیم اومگا رو؟ همونجا بالا 100 پی میگم دور جواب همیشه بچه ها خط بکشیم 100 پی به توان 2 ایکس همون هم چی شد بچه ها؟ 5 صدم رادیکال 2 دوم خب 100 پی میشه 10 به توان 4 پی به توان 2 دوباره 5 صدم رادیکال 2 دوم ساده کنیم میایم میگیم 2 تا 3 این که میشه 10 خب یه صفری با یه صفر میره یه صفر این با این 10 به توان 3 یعنی 1000 تقسیم بر 2 میشه 500 میشه 2500 رادیکال 2 متر بر منظور ثانیه آخرش اینجا تو محاسبات رو این عدد گذاشتم دیگه اومگامون شد 100 پی پس 100 پی به توان 2 ایکس مون ما اینجوری به دست آوردیم حساب نمی‌کنم همینجوری می‌نویسم شد 5 صدم رادیکال 2 دوم به توان 2 رسوندم 10000 یعنی 10 به توان 4 پی به توان 2 هم یعنی 10 بعد من 10 به توان 5 با اون ساده کردم شد 10 به توان 3 بعد 10 به توان 3 میشه در این ضرب چون سوالا عالی بود مثلا این سوال شاید در سخت به نظر خود سخت نبود برای بچه‌ای که مثلا متوسط بوده شنونده از فاصله 640 متری یک چشمه سرخ به فاصله 160 متری میره. اون اولین چیزی که شما داده ها رو بدونید چی رو دارید. شما اگه بدونید چی دارید راحت مسئله رو حل می‌کنید. خب متوجه بشید. داده ها تا یاد بگیرید چه می‌خواد ستونه بنویسید که مرتب باشه. فاصله اول چقدره؟ 640 متر. میرسه به چه فاصله‌ای؟ 160 چی رو میخواد؟ تراز شدت چند دسیبل افزایش چی رو میخواد؟ یعنی دلتا تغییراتش یعنی آره دلتا بتا یعنی بتا دومن‌های بتا 1 خیلی مهمه. این وقت فقط تراز شدت رو میخواد. حواسمون به این باشه. لوگ دورمون داده چند بچه‌ها؟ 3 دهم. کدوم فرمول بگید ببینم؟ مقایسه‌ای 10 تا لگاریتم آی2 به آی1 آی2 به آی1 حالا خود آی2 به آی1 باشه ما یه فرمولی داشتیم چی بود فرمولش؟ دی2 به دی1 به دی2 آی1 F2 به F1 فاصله چی بود؟ دی1 به دی2 به توان 2 اینجا چی فقط تغییر کرده؟ فاصله پس فاصله تو امتحان این رو همین جا میذاره یا جدا بعد گفتم ثابت همه رو بنویسید ثابت ها رو فقط خط بزن خب الان من چی میشه؟ بتا 2 یا بتا 1 خودش رو میخواد 10 تا لگاریتم خب دی یکمون حواسمون به جایگذاری باشه 640 به 160 بچه چند میشه؟ میشه 4 تا میکنم خب 4 رو هم حساب کنیم میشه 10 تا لگ
چون بر حسب مبنای 10 اینو چند بنویسم بچه‌ها؟ 2 به توان 2 رو میتونم بیارم پشت. لوگ راحت هم بهتون داده میشه 20 تا لوگ 2 در مبنای 10. لوگ 2 رو چند داده؟ 3 دهم. بله اشتباه کردم؟ نه اشتباه نکردم. بین کلیدی دو خب دیگه که مشکش داره به توان 2 نداره. بله آفرین میشه 4 به توان 2 یعنی میشه 16 میشه 2 به توان 4 میاد بیرون پس میشه چی؟ میشه 80 تا لوگ 2 چقدره؟ 3 دهم. میشه 240 یه رقم نشد 24 دسیبل. بچه ها مثبته یعنی 24 دسیبل چی شد؟ افزایش. بچه بی دقتی که من کردم حواستون باشه توان 2 داره 4 به توان 2 چون لوگ 2 داده من اینو به 2 تجزیه کردم نمیشم 2 به توان 4 توان اما میدونیم میاد پشت لوگاریتم و جواب به این صورت به دست اومد. لوگاریتم خیلی راحت رو بهتون تنری به جرم 6 دهم کیلوگرم و طول 4 متر با نیروی 1 و 2 دهم نیوتن میکشید. طول موجی که ایجاد میشه چقدره؟ یعنی طول موج رو که به دست بیارید با بسامد 2.8 کرد. بچه داده ها رو بگید من بنویسم. چی گفته؟ جرم 6 دهم. 6 دهم کیلوگرم. آره. ها طولش 4 متره. 4 متره. نیرو 1 و 2 دهم نیوتن. خب بسامدش هم 2.8 هرتز. بچه به نظر کدوم فرموله؟ وی رادیکال اف به میو. ببینید بچه ها که اینجا ML داره میخواد فرمول معروف موجها چی بود؟ وی مساوی F لاندا. خب F رو به من داده لاندا رو میخواد وی رو نداره. یه جای دیگه من به دست بیارم کدوم فرمول؟ میگم چون در مورد ریسمانه وی مساوی رادیکال F به روی مو رو میتونم باز کنم چون به هم نداده مو یعنی M به روی F میذارم توی این فرمول های دیگه هم داشتیم دیگه میشد 1 به روی رادیکال F به روی رو ها اینا رو باید دقت کنیم. خب وی مساویه میشه 1 و 2 دهم طولمون باید بر حسب متر باشه حتما 4 متر جرممون هم 6 دهم. خب بچه‌ها چند میشه؟ 12 به 6 داده میشه 2 تا 4 تا 8 تا میشه رادیکال 8. درست؟ ساده کردم. در با 1 و 2 دهم به روی 6 دهم اگر بخواد ساده بشه 10 میره بالا میشه 2 تا 4 تا 8. خب حالا میگه رادیکال 8 مساویه بسامد چند بود؟ 2/8 لاندا رو میخواد. لاندا 1 رادیکال 2 دیگه 4 تا 8 تا همون 2 و 8 میشه که رادیکال. میشه بله این میشه 1 و 4 دهم میشه 2/8 2/8 مساوی است با 2/8 لاندا. لاندا میشه چی بچه‌ها؟ ما به 2/8 ساده میکنیم میشه 1 متر. بچه لاندا چی بود؟ مسافتی که مسافتی که موج توی یک دوره طی میکنه. حالا از اون شکل برای لاندا چی بود؟ فاصله بین دو تا جامعه آره. فاصله بین دو تا قله متوالی فاصله بین دو تا دره متوالی فاصله بین دو نقطه متوالی که شرایطشون یکسانه تو یه مکان توی یه جهت دارن حرکت میکنن. خب این از لاندا. چیز دیگه ای رو میخواست؟ خب بچه یه چیز تکانه هایی رو میخوام بگم. هرچی تناب نازکتر باشه تندی بیشتر یا کمتر؟ جا خالی بهتون میگم. هرچی نازک‌تر باشه بیشتر. آره هرچی تندی بیشتره. کمتره. بله. خب وقتی مو کمتره پس تندیش بیشتره. هرچی دقیق‌تر تندی کمتره. بیشتر تندی کمتر. پس بچه‌ها یه سوال من بگم تو شاید باشه جلوتر. اگر از تناب نازک به تناب ضخیم من یه موجی رو داشته باشم به من بگید که بی چی میشه؟ جرم چی شده؟ وی جرم زیاد شده پس وی کاهش پیدا میکنه. بسامد چی؟ بسامد تغییر نمیکنه. بسامد تغییر نمیکنه. چرا؟ چون فقط به چشمه بستگی داره. بله. لاندا چی؟ یادتونه لاندا هم کاهش پیدا میکنه. گفتیم چون اف ثابته لاندا با وی رابطه مستقیم داره. از وی کم شده لاندا هم کم میشه. کم میشه. درست؟ حالا اگه یه مقدارش بازتاب شده باشه اون موجی که هم یه مقدارش هم عبور کرده باشه بچه دامنه چی میشد؟ دامنه کاهش پیدا می‌کرد. دامنه کم میشد انرژی هم کم میشد. یادتونه اینا رو؟ انشاءالله. گفتید که لاندا از نازک میره به ضخیم چجوری؟
لاندا بستگی به ویمون داشت اینجا. لاندا کم میشه. چرا؟ چون وی متوسط با اف لاندا اف ثابت، طول موج با توضیح رابطه مستقیم داره. یادتون باشه گفتم طول موج واسطه است. میخواد این رابطه رو هر جور که شده حفظ کنه. ممکنه افزایش، ممکنه کاهش، بستگی داشت. بستامت ثابت باشه چون دو طرف مساویان، لاندا با وی رابطه مستقیمه. اگر وی ثابت بود یعنی محیط ثابت بود، بستامت زیاد و کم بشه، لاندا برعکسشه. چون یه طرفن. اگه این زیاد بشه، قرار باشه این ثابت بشه، بعد لاندا باید کم بشه دیگه. اینطوری با خودتون صحبت کن، مفهومی یاد بگیرید. درست؟ مرسی فاطمه خانم. مطابق شکل روبرو، پرتو نوری تحت زاویه 53 درجه به مرز آب و هوا برخورد کرده است. اگر زاویه شکست 53 درجه باشد، ضریب شکست رو به دست بیارید. بچه‌ها یه نکته خیلی مهم، چی گفته؟ با زاویه 53 درجه به مرز میخوره، نگفته زاویه تابش هم 53. نکات مهمی که این دقتیه که ممکنه اینجا بکنید. همه من توضیح بدم. ببین زاویه بین مرز مثلا ممکنه شکل نداده باشه، ببین خودت رسم کن. خب خودت باید رسم کنی چه شکلی زاویه ها رو باید بلد باشید دیگه. میگه زاویه پرتو تابش با مرز 53. پس من زاویه تابش رو ندارم. زاویه تابش رو چطوری به دست بیاریم؟ مگه این خط عمود نیست؟ خب پس اینجا میشه چند بچه‌ها؟ 90 نهایت 53 میشه 37. بچه‌ها محیط 1 و 2 رو هم باید بلد باشید. جایی که میتابید میشد محیط 1، جایی که عبور میکرد میشد محیط 2. الان کجا تابیده شده؟ اینجا تابیده شده. پس اینجا محیط 1، اینجا محیط 2 هست. بچه‌ها از خط عمود چی شده؟ چی شده؟ دور شده. پس یعنی تندی چی شده؟ بچه‌ها اگر ازتون میپرسید زیاد شد. ما این نکات دوره کنیم چون تتا 2 مون اینجاست. زاویه پرتو شکست با خط عمود این میشه زاویه شکست. چون تتا 2 بزرگتر از تتا 1، پس نتیجه میگیرم تندی تو محیط دوم بیشتر محیط اول هستش. بچه‌ها بسامد چی؟ اگر میخواد بسامد ثابته. اف من با اف که من برابر. بچه‌ها حالا لاندا چطور؟ یه رابطه بی مثلا لاندا وی ثابته. لاندا با رابطه مستقیم داره. پس چون وی 2 بزرگتره، لاندا 2 بزرگتره. لاندا 1 هستش. سوال مهمی که میتونه تو جا خالی صحیح غلط ازتون بپرسن. خب ازتون میخواد سینوسا رو داده، n1 رو میخواد. کدوم فرمول بچه‌ها؟ سینوس تتا 2 به تتا 1 n2 به n1 مساوی با سینوس تتا 1 به سینوس تتا 2. یه فرمول طولانی داشتیم. گفتم هر کدومش انتخاب کنید فقط در مورد اون. فقط یادتون باشه ما گفتیم اینا با هر ستای اونا رابطه عکس داشت. درسته؟ پس میشه این فرمول. چرا؟ چون n رو داده و زاویه رو میخواد. n2 1 یعنی حواس. n1 رو ندارم. سینوس تتا 1 خیلی اشتباه 53 میذارن. نه. چقدر زاویه تابش من؟ 37. سینوس 37. بچه زاویه شکست خودش داده بود چند فکر کنم داده بود. زاویه شکست 53 یعنی خود اینجا رو به تو داده. پس میشه به سینوس 53. خب سینوس 37 چنده؟ 6 دهمه 53 8 دهمه ساده کنیم میشه بچه چند؟ 3 4. پس n1 میشه چی طرف مسطحی میکنیم؟ میشه 4 سوم. بچه ها n هوا باید بلد باشید. n هوا یا خلا همیشه 1، بقیه محیط های شفاف باید بزرگتر از 1 باشه. الان اگه این مثلا 3 4 بود بدون اشتباه چون 1 کمتره. درسته؟ جواباتون رو چک کنید. جانا پرستون زاویه تابش تتا 1 زاویه تابش هم. زاویه تابش چیه؟ زاویه بین پرتو تابش با خط عموده. پرتو تابشت اینه، خط عمودت اینه. پس زاویه چنده؟ 37. اینو ما نیاز داره. اینجا رو به من داد 90 من این کرده. اسم 53 چی بود؟ کدوم 53؟ این زاویه بین با مرز من با این کار ندارم. برای تتا 2 چیه؟ زاویه شکسته. زاویه شکست زاویه بین چیه بچه‌ها؟ پرتو شکست با خط عمود. یعنی از اینجا تا اینجا به خودش داده. متوجه شد؟ بچه ما چه توی باستابا چه تو شکست‌ها زاویه با خط عمود رو نیاز داریم همیشه. درسته؟ اگر نداده بود منهای 90 چیه دیام؟ برای محیط همون الان من میگفتش مثلا از کدوم محیط به کدوم محیط میره. وقتی که به ما نگه هر دو رو هوا
نه دیگه وقتی نمیگه یعنی نمیشه که هوا به هوا باشه که محیط تغییر نکرده شکست نمیخوره که. ولی از روی انا شما میفهمید وقتی ان دیگه یعنی هوا از یه محیط دیگه وارد هوا شده با توجه به شی حالا دور شده نزدیک شده وقتی دور میشه یعنی وارد یه محیط ظرفیت‌تر هم شده انش کمتره. درست؟ مرسی. سوال من بخونم. نمودار انرژی پتانسیل در حد مکان تو سامانه جنوب و نم که وضعی به جمع 200 گرم بهش وصل مطابق شکل بیشینه سرعت نوسانگر. پس اینجا جرم به من داده 200 گرم صحبت هم بچه‌ها 200 گرم باید بشه تبدیل کنم متر. خب بچه‌ها یو بر حسب ایکس نمودارا رو یادتونه گفت یو بر ایکس خود یو میشه انرژی جنبشی برعکسش بود انرژی مکانیکی به ثابت خط افقی اگه دوست داری بفرمایید. خب فقط اینجا چی رو از من میخواد وی ماکس رو میخواد چیکار کنیم؟ وی ماکس رو چون که این نمودار داده چه؟ آفرین بیشترین مقدار یو بیشترین مقدار کار یعنی اینو به من داده از فرمول 1/2 mv2 که اینجا وی ماکس آفرین بعد جای ام رو جایگذاری میکنیم وی رو میخواد یو چند داده؟ این هم داده 40 که اینا میشن 1/10 بله وی ماکس رو اون میخوایم خط بعد بنویس وی ماکس به تمام 2 مساویه بچه 40 تقسیم بر 1/10 گفتم بیاین چیکار کنیم به 10 تبدیل کنیم راحت 40 ضرب در 10 یکم میشه 400 آفرین جذب میگه میشه 20 متر بر ثانیه. عالی فاطمه مرسی. بچه‌ها نکاتش یکی این چه یو باشه چه کار باشه این یو ماکس کار ماکس یعنی این درسته پس این رو به من داده اینا دامنه هاست ما فعلا نیاز نداریم ای من که 40 هم با یو ماکسیموم برابره هم با کار ماکسیموم برابره هم فرمولای دیگه که داشتیم کا آ2 ایگو با ام آ2 اومگا 2 اینا. خب الان من یو ماکس رو داشتم چون وی ماکس رو میخواد پس ای من همون کار ماکسه عدد گذاری کردیم و به دست آوردیم. درست بچه‌ها؟ بچه‌ها یو رو چطوری به دست می آوردیم اگر میخواست؟ الان اینجا نه کلی گفتیم میگیم ای مساوی با یو به اضافه کا بعد یو کا شد این فرمول رو ما می‌نویسیم و یو رو مثلا بین راه ممکن از من بخواد همون پول داخل جیبمون بود که گفتیم نمی‌بینیم. درسته؟ کار که خیلی راحت از دو بار ام2 به دست میاد انرژی هم که از همین فرمول هایی که بلد هستیم. در جدول زیر برای هر گزاره از ستون یک یه دونه گزاره از ستون 2 انتخاب کنید و در پاسخگوهای بنویسید. بچه‌ها چون تا نهایی پاسخگوهای گفتم خیلی دقت کنید. خب بی دقت نه اشتباه جابجا ننویسید. امواج الکترومغناطیسی گسیل شده از یک جسم جامد ملتهب چه شکلیه؟ طیف پیوسته. برای جامدار گفتیم به خاطر نیروی بین مولکولیشون که قویه پیوسته است. بعد برای گازهای بسیار رقیق چی بود بچه‌ها؟ گسسته. کمترین انرژی لازم برای خارج کردن الکترون از حالت پایه رو بهش چی میگیم؟ انرژی یونش الکترون. انرژی یونش الکترون. بچه زیر الکترون خط بکشید. ممکنه میگفت کمترین انرژی لازم برای خارج کردن نوکلون ها. اون وقت میشه چی؟ انرژی بستگی هسته. آره بستگی. حواستون باشه در مورد هسته داره صحبت میکنه یا در مورد الکترون ها اتم داره صحبت میکنه. خانم آدمی عامل جان گفتیم برای الف برای فقط جامدا پیوسته. بله به خاطر نیروی بین مولکولیشون. خب بعد عامل پایداری هسته چی بود بچه‌ها؟ نیروی هسته‌ای. نیروی هسته‌ای. گفتم 3 تا نیروی جاذبه داخل هسته، 2 تاش جاذبه یکیش دافعه. یکی نیروی گرانشی بود جاذبه بود، یکی نیروی الکتریکی بود که دافعه بود، یکی نیروی هسته‌ای که جاذبه هستش. بچه‌ها تفاوت نیروی هسته‌ای و نیروی الکتریکی چی بود؟ هسته‌ای چی بود؟ بسیار قوی‌تر. آره. بعد کوتاه برد بود. نوع ذره براش اصلا فرقی مستقل از بار بود. یعنی نوترون به نوترون،
میتونم پروتون به پروتون به نوترون و فقط هم به ذرات مجاور. آره. نیروی فقط به الکترون بستگی داره. پروتون به پروتون. آره. داخل هسته. بلند بود. آفرین فقط پروتون به پروتون. ضعیف‌تر بود. چون بلند بردن. آره. و دافع هم هست. آره. حالا این نیرو جاذبه هستی غلبه میکنه به نیروی دافع. و یادتونه گفته از 83 به بعد دیگه تعداد پروتون ها چون زیاد شده نیروی دافع چون بلند برد بود گفته به اون نیروی هستی چیکار میکنه؟ غلبه میکنه. حالا این ناپایداره. حالا که ناپایدار بود چیکار میکرد؟ اون ذرات رو واپاشی میکرد به هسته های سبکتر تبدیل میشدن که بشن پایدار. یادتون اومد اینا رو؟ درسته؟ خب بعدی چی میگه؟ انرژی لازم برای جدا کردن نوکلئون‌های یک هسته. بستگی هست. انرژی بستگی هسته. دیگه چی داشتیم داخل هسته؟ اندازه هسته از اتم 100,000 مرتبه 10 به توان 5 آره. کوچیک‌تر هستش. اینا باید دقت کنید. مدل‌های رادیوفورتونا رو یادتونه دیگه آزمایشات. آفرین. خب سوال بعدی. همین سوال نه سوال بعدی. بچه نارسایی مدل برد چی بود؟ نیروی که الکترون به الکترون دیگه میداد و شناسایی نمی‌کرد. فقط برای فقط برای اتم‌های هیدروژن گونه بود چون که اون نیروی دافعی بین الکترون‌ها رو صرف نظر کرده بود. دیگه چی بود بچه‌ها؟ چی بود؟ نگاه کنید بگید. جواب نگاه کنید بگید. اینو که گفتم دیگه مگه نگفتیم که طیف گسستش به صورت رنگی خطای رنگیه؟ نمیتونست بگید که چرا مثلا شدت نور قرمز از آبی بیشتر روی اتم شدت ها رو متوجه نشد که تفاوتش چیه. سوال بعدی فوتون متعلق به کوتاه‌ترین طول موج رشته براکت هیدروژن اتمی چند الکترون ولت است؟ بچه براکت اگر اون رو هم نمیگفت براکت یعنی چی؟ نیمان، بارمر، هاشم، براکت بفر. براکت یعنی چی؟ یعنی الکترون تو تنسای بالاست قرار برگرده به کدوم لایه؟ لایه 4. یعنی ان پایین من 4. خب پس قراره چون گفته براکت یعنی چی؟ یعنی عدیه ان قرار برگرده به 4. این عدیه. گفته اسم رشته میبره بچه‌ها گفته یعنی پایین تر از اون دیگه نمیره. یادتونه مسائلی که تا کار حل کردیم به جای گفت برانگیختن چند تا فوتون پرسید گفت به لایه پایین‌تر میومد. ولی اسم رشته رو میاره یعنی که پایین‌تر نمیره از بالا داره میاد. این یه نکته بود خیلی باید دقت کردید. خب کوتاه‌ترین طول موج رو میخواد. بچه‌ها کوتاه‌ترین طول موج از کدوم لایه بیاد به جای لایه‌های بالا؟ کوتاه‌ترین طول موج یعنی بیشترین انرژی. بیشترین انرژی یعنی لایه دورتر. تا سردا بیشتر باشه دیگه. درسته؟ پس از کجا به کجا بیاد؟ از بی‌نهایت. چون گفته کوتاه‌ترین طول موج یعنی بیشترین انرژی. یعنی دورترین لایه. اینجوری گفتم یادتون بمونه. خب حالا پس از بی‌نهایت بیاد بشه کدوم فرمول؟ 1 به لامدا مساوی با آر اف در 1 به ان پریم دو منهای 1 به ان به توان 2. گفتم یادتون باشه این همیشه اون پایینی است. ترتیبش رو یادتون باشه. خب 1 به لامدا. بچه کدوم فرمول؟ اچ سی داده. هم بچه اچ سی داده هم آر رو داده. یعنی هم از رابطه ریدبریک میتونی بدی هم از قانون بورد میتونی بدی. هیچ فرقی نداره. حالا من اینجا ریدبریک رو نوشتم. آر اچ مون 1 صدمه. خب 1 به روی ان پایین میشه 4 به توان 2 منهای بی‌نهایت. بچه 1 به بی‌نهایت میشه چند؟ 0. میشه پس چند؟ میشه 1 لامدا. گفتیم میشه 1 صدم 16 لامدا رو میخوام بچه مرکوز یادتون نره. میشه 1600 واحدش هم خیلی مهمه. 1600 چی بچه ها؟ نانومتر. قانون بورد چطوری بود فرمولش؟ میگفتیم که انرژی چی رو میخواد؟ طول موج رو میخواد دیگه. نه انرژی رو میخواد. دلتایی میشه از کدوم لایه؟ ای بی نهایت منهای ای 4. خب قانون بورد فرمولش چی بود؟ ای هر لایه رو بخواد منفی ای آر به روی ان 2. خب بچه چی میشد؟ منفی ای آر ان بود
من فکر به L2 بود. خب حالا بچه‌ها برای بی‌نهایت میشه چی یه بی‌نهایت؟ نمی‌جدم بنویسیم. میشه منفی ای آر به روی بی‌نهایت به توان 2 منهای ای آر به 4 به توان 2 که دوباره همون ای آر به 4 به توان 2 میشه حلش کنیم. درسته؟ خب این دیتا اینتون به دست میاد. حالا نه میدونی اینجا چی خواست بچه از ما انرژی رو میخواد. من اینجا لامدا رو به دست آوردم. انرژی رو میخواد. فرمول فوتون چیه؟ HF میشه HC به روی لامدا. وقتی من لامدا رو دارم F میشه C به روی لامدا. HC رو چند داده؟ 1240 الکترون ولت. لامدامون چقدره بچه‌ها؟ بچه‌ها واحد رو ببینید. الکترون ولت نانومتر. یعنی طول موج هم باید نانومتر باشه. ها رو شما میشه تو واحدها اشتباه می‌کنید. یعنی واحدها اینجا خیلی دقت کنید. پس 1240 الکترون ولت نانومتره، یعنی طول موج هم نانومتر بده. تبدیل نکن. به روی 1600 چند میشه بچه‌ها؟ 775 هزارم الکترون ولت. نه دیگه نه اینجا این فقط همینه. ولی اون مدلی هم میتونستی پیدا کنی، اشکالی نداره، خیلی راحت به دست میاد. ولی یه آر بعد بهت میداد میشه 13.6 میداره بده. روری با طول موج 250 نانومتر. خب طول موج لامدا 250 نانومتر به سطحی از جنس فلز تنگستن میتابه. سپس گسیل فوتون از آن میشود. بچه این پدیده چی بود؟ نور میتابید، الکترون جدا میشد، فوتون جدا میشد. فوتوالکتریک. فوتوالکتریک. به سطح فلزی میتابه الکترون ازش جدا میشه. به اون الکترون میگن فوتوالکتریک. پدیده میگن فوتوالکتریک. بعد پدیده فوتوالکتریک. خب اگر توان چشمه یعنی پی 8 وات باشد در هر دقیقه بچه‌ها دقیقاً رو حتما گفتم به ثانیه تحلیل کنیم. تو 60 ثانیه چه تعداد فوتون؟ بچه‌ها تعداد فوتون فرمولش چی میشد؟ میگفتیم ای مساوی با NHF. بچه‌ها چی رو داده؟ لامدا رو داده. F رو نداده. پس چی میشه؟ NHC به روی لامدا. خب بچه من این رو چطوری به دست بیارم؟ این رو که میخواد بچه داده دیگه به ما داده H و C اینا داده به ما HC رو داده 2 ضرب در بخون 2 ضرب در 10 منفی 25 25 چی؟ ژول بر متر. ژول متر؟ آره. خب بچه ها گفتم واحد ها این فصل فقط واحد رو بخیر دقت کنید. گفتم از روی HC یا از روی H بفهمید چه واحدی باید داشته باشن. وقتی ژول بر متر یعنی انرژی شما باید ژول باشه، لامدا هم باید متر باشه. مثلا الکترون ولت نانومتر میتونست باشه. اون وقت انرژی باید الکترون ولت باشه، طول موج من باید نانومتر بوده. خب الان یه من پس باید برای ژول باشه. توان به من داده. یه فرمول دیگه برای ای داریم. میگه بچه‌ها پی پی من وات من چقدر شد؟ 8 وات ضرب در 60 ثانیه میشه 480 چی بچه‌ها؟ ژول. من یادتون باشه گفتم اینو بچه‌ها جدا حساب کنید. اینجا رو میتونید یه جا. من میگم جدا حساب کنید که اگر HC رو الکترون ولت نانومتر دار، اونجا باید الکترون ولت بذارید. این فرمول فقط به تو ژول میده. این مساوی با پی دبدتی انرژی بر حسب ژول میده. اگر این مدلی بود میتونید رو اینا اینجا بذارید. اگر الکترون ولت بود تو باید ژول رو به چی تبدیل می‌کردی؟ الکترون ولت باید تبدیل کنی که باید چیکار کنی؟ تقسیم بر 1.6 در طرف. آره. پس اینو جدا حساب کنید. ولی اینجا چون ژول اشکالی نداشت. خب الان من یه من چقدر شد؟ 480. HC رو اینو ندارم. HC رو داده 2 ضرب در 10 به توان منفی 25. لامدا رو چند داده؟ بچه به متر نانومتر تبدیل کن. چون متر گفتم باید تبدیل کنم. ضرب در 10 منفی 9 ضرب در 10 در منهای 9. بچه چند میشه؟ اگه بخوایم حساب کنیم جواب آخر اینو بیاریم بالا میشه مثبت. آره 20. خب اینمون میشه 6 ضرب در توان 20 تا فوتون. معادله هستیم بچه معلوم مجهول کنید به دست بیارید. متوجه شدیم بچه ها؟ سوال ندارید؟ الان کجاش اشکال داریم؟ درس خوب
خروجی یعنی درس رو میدونی خب همین درس رو باید بخونی درس رو باید بخونی به جای انرژی سوال افزایش شدت نور چه تاثیری در انرژی جنبشی و تعداد فوتوالکترون ها دارد؟ انرژی جنبشی که ثابته. خب شدت نور فقط چی رو تغییر میداد؟ تعداد فوتون ها رو تغییر میداد. فوتون ها بودنی بیشتر آره دیگه شدت رو دیگه تعداد فوتون ها زیاد میشه. سوال بعدی سرب 207-82 هسته دختر پایدار است. بچه‌ها سوال آخر کتابتونه. الان سوالش هم نکته داره. نکتهش چیه؟ هسته دختر رو به شما داده. هسته مادر رو نداده. سوال آخر کتابتون هم داره. یعنی چالش داره. چی گفته؟ میگه سرب هسته دختر پایداری است که از واپاشی آلفا یا واپاشی بتا فرآیندهای مربوط به حرکت واپاشی‌ها رو بنویسید. بعد مقدار هسته مادر رو آزادش رو دقیقا سوال آخر فصلتونه. پا کنم نو؟ بچه هسته مادر رو پس من ندارم. سوال رو دقت کنید. همیشه هرچی سوال هست می‌کردیم اینو داشتیم دختر رو نداشتیم. آره. خب هسته مادر رو ندارم میگه میشه سرب چی؟ عددش رو بخونید 207-82 بله بعد چی میگه یا آلفا یا بتا نه آلفا آره. و بتا یعنی یه بار برای آلفا حل می‌کنه یه بار برای بتا. آلفا چی بود عددش 4 و 2 گفتیم باید اصل پایستگی داشته باشه آره. برای هم عدد جرمی هم برای این خب 207 به 4 چند میشه 211 میشه 211 خب 82 برای 84 میشه 84 پس هسته مادر اگر آلفا گسیل میکرد چی بود 211-84 درست؟ حالا بتا گسیل کنه میگیم ایکسمون آ و زده بله بعد سربمون هسته دختره بچه ها خسته شده میگه بتای منفی خب بچه چی میشه؟ 82 منهای 81 ثابت میمونه 207 با هسته مادر مدل اونجا اینو میداد که ما میمدیم منها میگردیم برنگی میشد اینجا دو طرف میگیم این طرف با این برابر بشه درسته؟ پس جمع اینا باید بشه بچه ها بتای منفی چطوری به دست میومد؟ گفته از جنس الکترون هست ولی با الکترون های مداری گفتیم فرق میکنه چی به چی تبدیل میشه که میشه بتای منفی؟ آره نوترون به الکترون و پروتون آها خب پس چی به چی؟ نوترون به الکترون و پروتون تبدیل میشه الان بتای منفی باشه یه دونه به پروتون اضافه میشه آره بله میگیم چون به پروتون داره اضافه میشه پس از نوترون کم شده تبدیل شده به پروتون و بتای منفی درسته بچه پوزیترون چه ذره‌ای بود؟ بتا آره بتا یه مثبت ذره‌ای از واقعا همجنس با الکترون ولی بارش چیه؟ بارش مثبته خب سالای خرداد 403 بچه دوره شد سوالا به نظر خیلی سال نرمالی بود اصلا چیزی خارج از سوالایی که مطابق حل کردیم نداشت حتی راحت‌تر از سوالایی بود که ما حل کردیم پس اگر بخونید واقعا به نتیجه خیلی خوب بگیرید خسته نباشید خسته نباشید خب سوالاتون شد